حالا چرا شربت رو ازم گرفتی گدا گشنه؟ تو لیاقت خوردن اون نمک خونه منو نداری. صداتون داره تا سر کوچه میره. این چه طرز صحبت کردن با خواهر منه؟ دست خوشته. بالاخره یه غیرت و مردونگی تو نشون دادی، دلم خنک شد. همش خواهرت فتنه به پا میکنه. خواهرم از خون منه. من نمیتونم هیچ موقع بندازمش بیرون. قربونت دهنت داداش، حقشه. انقدر بهش رو دادی پررو شده. پس من میرم، تو بمون و این خونه و اون خواهرت. تویی که لیاقت پدر شدن نداشتی، امروز میخواستم با خبر بارداریم سورپرایزت کنم. تویی که تکهگاه من نیستی، قطعا